سلام علیکم. برنامه خبری تحلیلی پیام نیوز است. در استودیو شوکتی محمد با شما هستم. حالا توجه کنید به سرخط خبرها. رهبر پیمان ملی تاجیکستان محیدین کبیری در صحبت آنلاینی امروزش گفت حکومت تاجیکستان و داعش یک سیاست و استراتژی مشترک دارند. وزارت صنعت تاجیکستان سبب مفلس شوی و از کارمانی کارخانه ها را شرح داد. نرخ خانه های استقامتی در شهرهای تاجیکستان افزایش یافته است. شام امروز محیدین کبیری رهبر پیمان ملی تاجیکستان ائتلاف مخالفین تاجیک در اروپا به طور آنلاینی در شبکه‌های اجتماعی یوتیوب و فیسبوک عاید پیامدهای حمله گروه جنگجوی دولت اسلامی سخنرانی کرد. کبیری سراول بنابر شهادت قربانیانی که در نتیجه حمله گروه جنگجو کشته شدند اظهار تسلیت و همدردی نمود. ضمناً رهبر پیمان ملی تاجیکستان گفت که به خاطر آنکه حکومت با وجود آگاهی از قضیه و دست داشتن به معلومات آن را پنهان می‌کند، در جامعه حدس و گمان‌ها زیاد می‌شود و سر و صداهای هر خیلی پراکنده می‌شود. محیدین کبیری گفت سبب اساسی فاصله گرفتن مردم از مقامات و زیاد شدن حس ناباوری جامعه به حکومت نیز همین است که همیشه کوشش می‌شود که واقعیت از نظر مردم دور بماند. با باوری رهبر پیمان ملی تاجیکستان به خاطر دادن معلومات ناصحیح از جانب مقامات فرضیه‌های زیاد به میان می‌آید و وضعیت باز هم متشنج‌تر می‌شود. کار تا جایی رفته که اگر بالفرض مقامات یگان معلومات درستی را هم رسانه کند کسی باور نمی‌کند. این همه سلسله دروغ‌ها باعث گشت که مردم به خلاصه آمد که این حکومت جز دروغ توانی گفتن چیز دیگری را ندارد. معلومات ها را پنهان می‌دارند. حالا معلوم نیست به خاطر چی، با چه هدفی. ولی اون چیزی که انی قصد تا این لحظه این است که مقامات دارند دروغ میگویند. مشکلی و مصیبت مقامات دولتی تاجیکستان هم در آن هست که اعتماد را از دست دادن. اعتماد مردم، اعتماد سازمان‌های بین‌المللی، کارشناسان و حالا طبیعی است که اعتماد اپوزیسیون را کیها از دست داده بود. اما کسانی هم که تا دیروز با دلیل‌های گوناگون در پهلوی حکومت هستند و خود را طرفدار حکومت می‌دانند، اینها هم دارند آهسته آهسته اعتمادشون را از دست می‌دهند و اون هم به خاطر آن، به دلیل آن که حکومت نه تنها در نسبت این قضیه مشخص 6 نوامبر بلکه در طول فعالیت خود و در بها دادن به این آن حادثه مهم در داخل کشور همیشه دست به دروغ زده است، دست به تحریف کاری زده است و مردم هم عادت کردند که این حکومت دروغ میگوید. حتی اگر روز برسد که این حکومت راست بگوید، واقعیت ها را هم بگوید، متاسفانه مردم دیگر باور نخواهند کرد. این همه سلسله دروغ ها و تحریف کاری ها باعث گشت که در مردم یک تصور با وجود آمد که این حکومت اصلا که وجودش دروغ است و با دروغ سر قدرت آمده است، جز دروغ چیزی دیگری گفته نمیتواند. و حتی در حالت‌هایی هم که راست به منفیتش است. من میخوام توجه کنید به این نکته. در بعضی حالت‌ها راست گفتن واقعا به نفع حکومت است و باید راست بگوید، اما نمیدونم به خاطر چی که باز میرود سراغ دروغ. برای مثال در همین حادثه‌ای که روز ششم گذشت، چندین دروغ‌های پی هم که هم خود را شرمنده کردند، باعث پیدا شدن ده‌ها فرضیه‌های زید و نقیض شد. چه ضرورت داشت که در اینجا بیاد حکومت دروغ بگوید؟ برای مثال اگر اعتراف میکردند که 6 نفر مرزبان و یا کارمندان مقامات به شهادت رسیدند، چه ضرر داشت به حکومت؟ حالا چرا آمدن 1 نفر گفتن؟ اگر 6 نفر میگفتن، اگر 20 نفر باشد 20 نفر بگن، چی ضرر دارد که جامعه بداند؟ رهبر پیمان ملی تاجیکستان با تاکید گفت چند حادثه های آخر نشان می‌دهند که گروه جنگجوی دولت اسلامی و حکومت تاجیکستان یک سیاست و استراتژی دارند. جواب هم مشخص است. دو نیرو، دو گروه منفیدار هستند که همیشه در تاجیکستان یک حالت بحرانی امنیتی وجود داشته باشد و این دو گروه هم از لحاظ ایدئولوژی منفیدار هستند. یکی افراطگرایان دنیوی که در سیمای حکومت امروزه تاجیکستان
تجسم یافتند، دیگر افراطگراهای مذهبی که روشنترین، بارزترین و معروفترین نمایندهشون باز هم داعش است و دیگر گروهایی که تفکری مانند به داعش دارند. این دو گروه مردم تاجیکستان را و نه تنها تاجیکستان را، مردم منطقه را، مردم جهان را دارن همیشه ترور میکنن، ترور معنوی، ترور ایدئولوژی، ترور اطلاعاتی و متاسفانه گاهی ترور با سلاح، با کشتار که نمونهش رو ما روز ششم در تاجیکستان دیدیم. و اینها همیشه در ظاهر در نبرد با یکدیگر هستند، اما میبینیم که در عمل اینها شریک استراتژی هستند. کسی میخواهد یا نمیخواهد، کسی اعتراف دارد یا ندارد، اینها شریک استراتژی هستند. اینها بدون یکدیگر نمیتوانند عمل کنند. بدون افراطگرایی مذهبی، افراطگرایی دینی یگان دلیل ندارد برای وجود داشتن. برای مثال حکومتداران تاجیکستان یگان دلیل برای سرکوبگری، برای زندانی کردن اپوزیسیا، برای زندانی کردن روزنامه‌نگاران، ادوکات‌ها، سیاستمداران ندارد، برای منع کردن حزب‌های سیاسی ندارد. یگانه دلیلش این است که این مبارزه با تروریسم است و در وقتی که تروریسم وجود دارد شما چرا درباره حقوق بشر و دموکراسی و درباره مبارزه با کریپتوس صحبت میکنید؟ دقیقاً همین دلیل را هم افراطگرایان دینی دارند. میگن که وقتی که در اینجا مبارزه با دین هست، در اینجا وقتی که افراطگرایان، اتئیستان، نمیدونم حکومت دیکتاتوری رحمان دارد آشکار با دین، با اسلام، با مردم مبارزه کرده ایستاده است، با مقدسات مردم، با تجارت مردم، با آزادی مردم، شما میخواهید با مبارزه مصالحت آمیز کنید، طریق دموکراسی، انتخابات، رسانه ها. نه، در اینجا فقط باید که از سلاح استفاده بود، از مبارزه خشین، و باید این حکومت را، این ظالمان را از قدرت دور کرد. این دو ایدئولوژی، این دو گروه افراطگرا منفعت‌دار هستند که این حالت همیشه وجود داشته باشد. اعتراف گروه جنگجوی دولت اسلامی را محی الدین کبیری در آن دانست که این گروه در عین شکست و پراکندگیش میخواهد نشان بدهد که ارزی وجود دارد و پای برجا است. بلافاصله این حادثه شد، داعش را مسئول اعلان میکنند و داعش هم حالا دست دارد یا ندارد، چون نیاز دارد به این گونه آوازه ها، بلافاصله به دوش میگیرد. و شما هم دیدید که حکومت تاجیکستان همگی چند ساعت نگذشت داعش را متهم کرد و داعش هم بعد چند روز اعتراف کرد که ما این کار را کردیم. چرا اعتراف کرد؟ حالا شاید دست داشته باشند و اعتراف کرد، شاید اگر بیخبرم بودن بعدا دیدن که اعتراف کردن به نفع آنها هم است، چون بعد از بین رفتن ابوبکر البغدادی رهبرشون، اونها میخوان نشون دهند که هنوز هم قدرت دارن، هنوز هم زنده هستند و ببینید که چه کارها را میتوانند انجام بدهند. ضمن صحبت آنلاینی خود محی الدین کبیری به سفر پرزیدنت تاجیکستان به اروپا نیز داخل کرده گفت هرچند برای خود امام علی رحمان این سفر مهم بود، ولی حادثه مدهش حمله جنگجویان به دیدبانگاه خیلی نگران کننده بود و میبایست رئیس جمهور این قضیه را شخصا پیگیری میکرد. اما اقلاً به پیوندان قربانیان این حمله اظهار همدردی نکرد، در حالی طوری چند روز به خاطر شرکت در فورم صلح در پاریس بیهوده‌گردی کرد که در این فورم همچون یک شخص مهم دعوت شده نبود و حتی سخنرانی نداشت. اما بعد از ملاقات با جناب مکرون که همگی یک حالا صبحانه کاری بود، چند دقیقه دوام کرد، چیزی خاصی هم در اونجا نبود، تمام شد دیگر. ملت در خون است، ملت گرفتار مصیبت است، ملت جواب میخواد که چی شد، هیچ کس معلومات ندارد. این به اصطلاح پیشوای ملت، رهبری تاجیکان دنیا، نجات دهنده سیاره، بین 8 تا 12 غیب زده است، نیست، وجود ندارد. هیچ کس نمیداند به چی مشغول است، در کجا هست. آیا امکان اگر بسیار هم شرکت در فورم پاریس مهم بود روز 12 امکان ندارد بالاخره هواپیما داره که از پول ملت دزدیدی هواپیما رو مال شخصی کردی، پرواز کن، همگی 5 ساعت وقت است، پرواز کن به دوشنبه، در پهلوی ملت باش، یک سر بزن به خانواده اون شهیدان مرزبان و کارمندان مقامات، دلبرداری کن، حادثه ها را روشن کن، روز 11 روز 12 برگرد به فورم اگر بسیار مهم است. چرا این کار را نمیکند و چه مشکلی دارد؟ مگر مثل ما به هواپیما است؟ من که یک وکیل قطاری بودم در مجلس نمایندگان، روزهای چهارشنبه وقتی که
جلسه پارلمان میشد در یک کنفرانس خارجی میبودن فقط به خاطر انجام مسئولیت که نگویند کبیری در جلسه پارلمان شرکت نکرد صبح با پرواز ترکیش می آمدن ساعت 5 صبح پرواز دارد بعد دوشنبه میرفتم جلسه پارلمان جلسه رو میگذراندم بعد نصف روزی برمیگشتم با یگان پروازی نمیدونم دبی مسکو با هر جایی که باشد الماتا باز خودم رو به خارج میرسوندم برای که در کنفرانس شرکت کنم. بنا به معلومات داده کبیری امامعلی رحمان به اروپا با دستگیری آقاخان 4 راه یافته است چون خود آقاخان از سازمان دهندگان فارم صلح است و با تشکر به او امامعلی رحمان بعد 3 سال به سفر کشورهای اروپا دست یافته است. اما کم کس میداند که این سفر چگونه آماده شد. من به همه مردم بخصوص به طرفداران رحمان که حالا این را یک پیروزی دیپلماتی حکومت میدانند این نکته را هم بگویم که اگر شما واقعا باور دارید که این پیروزی دیپلماتی است باید یگانه کسی که از او باید مینتدار باشد از پیشوای اسماعیلیانی جهان جناب آقاخان هست که این ملاقات ها را این سفر را هماهنگ کرد و رحمان بالاخره پایش به اروپا رسید. بدون هماهنگی و تلاش زحمت های جناب آقاخان امکان نداشت که رحمان موفق به این کار شود اگرچه تمام دیپلمات های تاجیک شب و روز کار میکردن با سپارش که این سفرها رو هماهنگ کنند. اما چرا این اتفاق افتاد؟ برای آنکه شما میدونید طول چند سال اخیر حداقل 6-7 سال اخیر حکومت تاجیکستان برای فعالیت بنیادی آقاخان پروژه های آقاخان در تاجیکستان خیلی مشکلات رو به وجود آورد. شما همتون آگاه هستید از مشکلاتی که در نسبت دانشگاهی آسیای مرکزی در خاروق رخ داد تا حتی دانشگاه ساخته شد فعالیت میکرد اما مراسمی کشاده شوی آن را به تأخیر میانداختند چون رحمان نمیخواست این دانشگاه با آن ثبت شود که بنیادی آقاخانی را ساخته است چون عادت کردند که در تاجیکستان حتی یک مغازه کوچکی مثلا کتاب فروشی هم اگر یا مواد خوراک هم باز شود باید با لنتبوری و با نام پرزیدنت تاجیکستان و توسط سیاست‌های خردمندانه یک نفر باید اون ساخته شود. اگر کسی بداند که این از توسط فوند آقاخان ساخته شده است یا پروژه‌های دیگر این قابل قبول نیست. و این چنین دیگر پروژه‌ها هم در پروژه‌هایی که برای ملت تاجیک لازم است. شما توجه کنید تمام رهبران کشورها تلاش میکنند که مردمش با برق تامین شود با راه تامین شود با فرودگاه با دانشگاه اما تنها حکومت تاجیکستان است که تلاش میکند ساخته شوند اما میگه که این همش ثبت شود به نام یک نفر. مشکل ندارد اگر ملت تاجیک بی برق ماند چند سال دیگر مهم که این پروژه گسی سبزار در بدخشان توسط رحمان و با نام رحمان ساخته شود. اگر این گس ساخته می شود با نام توسط فوند آقاخان پروژه های آقاخان یا اینکه پامیر انرژی که یک قسمت سهمیه‌اش به فوند آقاخان تعلق دارد و اعلان شود که این پول با مبلغ آلمان ساخته می شود خب پس میگن رحمان در کجای کار است؟ پس نه این باید با نام رحمان ثبت شود. این است که رحمان مانع حتی ساختن گسی سبزار در تاجیکستان میشد مانع استاتوس بین المللی گرفتن فرودگاه راغون که فرودگاه راغون اگر بین المللی شود و پروازها از دوشنبه بیاد از کابل بیاد نمیدونم از جایهای دیگر بیاید از خیتای بیاد چی بدی دارد برای یک منطقه تاجیکستان و آقاخان وقتی میخواد این رو آباد کند این گوشه تاجیکستان است. آقاخان بغیر از بدخشان در تمام تاجیکستان فعالیت دارد در جهان دارد اما طول چند سال این همه دچار مشکلی شد چرا رحمان نمیخواست این گونه باشه. کبیری گفت هرچند مقامات سفر امامعلی رحمان به اروپا را پیروزی اعلان کردند در فارم صلح در پاریس خانمی که با سخن افتتاحی خود به فارم حسن آغاز بخشید با اشاره به کشورهای دیکتاتوری مثل تاجیکستان گفت در این فارم کسانی نشستند که زندانهای کشورشان پر از محبوسان سیاسی است. روزنامه‌نگاران، ضیائیان و نخبگانشان از سیاست دیکتاتوریشان به داد آمده رو به فرار آورده‌اند. دختری که در افتتاح فارم صلح گفت به واسطه گفت که شما پرزیدنتانی در اینجا در پهلوی شما نشستند که ژورنالیستاشون در زندان است وکیلاشون اپوزیسیون در زندان است. برای اینکه به این گونه سوالهای دشوار جواب نگویند اینا منفعت‌دار هستند که همیشه از تروریسم در اروپا صحبت شود بگن که نه شما از ما درباره حقوق بشر آزادی مطبوعات آزادی سخن درباره کورپسیا حکومت خانوادگی صحبت نکنید
شما با من درباره مبارزه با تروریسم صحبت کنید، به من پول بدهید. در ادامه کبیری دعوت به عمل آورد که پیش راه تخریبکاری ها گرفته شود. نباید به هر بهانه مردم عادی قربانی دسیسه ها شوند. وقتی آن رسیده است که ملت متحد باشد و از سنگاندازی و اتهام علیه یکدیگر باید دست کشیم. ما باید به این گونه فرضیه ها، به این گونه ورسی هایی که گفته می شود نه به همش باور کنیم، چی از حکومت است چی از طرف های دیگر است. ما باید با واقعیت ها باور کنیم. واقعیت چی هست، کی منفیت داره است، کی جوابگو است. باید به این سمت باید که توجه ملت رو روانه کنیم. دوم، وقتی آن رسیده است که متحد باشیم، با هم باشیم و همه این ملت چه بخش دینی و چه بخش دنیوی اگر نمیتوانیم از لحاظ ساختاری در یک سقف جا بگیریم، حداقل بیایم در این مرحله سنگ اندازی و دروغ پراکنی و اتهام ها علیه یکدیگر را قطع کنیم. نگوییم که اونها که در خارج هستند جسورند، قهرمان، اونهایی که در داخل هستند اونها ترسو هستند، یا کسانی که در داخل هستند نگویند که اونهایی که در خارج هستند ترسیدن فرار کردن از وطن. نه، همه ما در یک سفینه هستیم، در یک کشتی هستیم. این کشتی دارد سوراخ شده ایستاده است و برای آنکه نجات بیاییم باید که اول این کشتی رو نجات بدیم که این کشتی ما تاجیکستان است، ملت هست. بعداً انشالله می رویم سراغ بعضی از مشکلات جزئی که بین یکدیگر داریم. محی الدین کبیری در نهایت سخنرانی خود امید کرد که بین این سخنرانی و سخنرانی های نوبتیش فاصله دور نخواهد بود و گفتنی های زیاده دارد. شکل پره این سخنرانی در شبکه یوتیوبی پیمانی ملی تاجیکستان قابل دریافت است. طبق گزارش سال 2018 در تاجیکستان بیش از 307 مرکز استحصالی و صنعتی از کار ماند که 67% این کارخانه ها مربوط به بخش کارکرد محصولات بود. این و چند خبر و رویدادها از رسانه های دیگر را همکارم صفیه واحده به گزارش می دهد. 3 مدل اتوبوس‌های گنجایششان خرد و خاطری سنجش بر هوا آغاز می‌کنند که در دوشنبه استحصال شدند. شرکت تاجیکستان و ترکیه اکیا اوستا اتوموتیو ایندوستری که به وصل و نصب به استحصال اتوبوس‌های ترکی تمغه اکیا مشغول است تا آخر سال مسافرکش‌های خرد استحصالی تاجیکستان را به راه می‌ماند. ظفرجان قربانزاده دیرکتور اجرایی جمعیتش دارای مسئولیتش محدودی اوستا گروپ امروز ضمن سخنرانی در جلسه پالاتای پایانی پارلمانی جمهوری اظهار داشت که نوع میکرواتوبوس‌هایی که بیشتر به دوشنبگی‌ها پسند خواهند آمد به راه مانده می شود. قربانزاده قید کرد که از آغاز سال 2019 تا ماه نوامبر شرکتش 72 اتوبوس استحصال کرده تا آخر سال تعداد آنها به 100 عدد خواهد رسید. شرکت تاجیکستان و ترکیه اکیا اوستا اتوموتیو ایندوستری موافق سازشنامه بین حکومت تاجیکستان جمعیتش دارای مسئولیتش محدودی اوستا گروپ و شرکت ترکی اولاشیم ایش یدیش تجارت انونیم شرکتی ماه ینوری سال 2018 تأسیس داده شده با کارهای وصل و نصب به استحصال اتوبوس‌های تمغه اکیا مشغول است. وزارت صنعت و تکنولوژی‌های نوی تاجیکستان اعلام کرد که نبود بازار، مدیریت نادرست و فرسودگی تجهیزات سبب شده است که کارخانه‌ها و مرکزهای استحصالی در کشور از کار مانند. طبق گزارش سال 2018 بیش از 307 مرکز استحصالی و صنعتی از کار ماند که 67% این کارخانه‌ها مربوط به بخش کارکردی محصولات بود. این در حالی است که زرابیدین فیض‌الله زاده وزیر صنعت و تکنولوژی‌های نوی تاجیکستان در نشست خبری مسئولان این وزارت در دوشنبه تابستان امسال گفته بود که در 6 ماه اول امسال در 146 کارخانه و کارگاه نو 1800 نفر مشغول به فعالیت شدند، اما از کار افتادن 181 کارخانه و کارگاه موجب بیکار شدن نزدیک به 2000 نفر شده است. مقامات این وزارت رقابت پذیر نبودن محصولات، کمبود مواد خام، نبود بازار فروش محصولات، مدیریت ناکارآمد و فرسودگی تجهیزات را عامل اساسی از کار ماندن کارخانه و کارگاه‌های استحصالی و صنعتی در تاجیکستان عنوان می‌کنند. اما کارشناسان می‌گویند که در تاجیکستان با وجود بهره برداری از کارخانه‌ها و کارگاه‌های جدید تعدادی از اینها پس از مدتی از کار می‌افتند، زیرا بیشتر مدیران این کارخانه‌ها افراد غیر حرفه‌ای هستند و از نیاز بازار داخلی و خارجی فروش محصولات معلومات ندارند.
نرخ خانه‌های استقامتی در شهرهای تاجیکستان در یک سال اخیر در مقایسه با دوران بحران اقتصادی جهان در سال 2008 افزایش داشته است. طور سامانه تاپ تی جی نوشته است نرخ هر متر مربع خانه نوساخت در مرکز شهر دوشنبه $626 و در اطراف پایتخت تاجیکستان 350 تا 400 دلار است. طبق منبع در یک سال اخیر این نرخ 30% افزایش داشته است. با گفته خانه فروش ها تا یک سال اخیر در مرکز شهر دوشنبه هر متر مربع خانه نوساخت بین 100 تا 200 دلار افزایش یافته که علت آن افزایش طلبات است. گفته می شود مشتریان اساسی خرید منزل های استقامتی در شهر دوشنبه مهاجران کاری تاجیک هستند که از روسیه برای خرید خانه پولگونداری می کنند. این در حالی است که در سال 2008 و تا آغاز بحران اقتصادی جهانی نرخ هر متر مربع از منزل‌های نوساخت در مرکز شهر دوشنبه $1300 و در اطراف پایتخت تاجیکستان $800 بود. از 779,000 متر مربع منزل استقامتی به استفاده داده شده در تاجیکستان از آغاز این سال 70% را بخش خصوصی با مشارکت مالی مردم ساخته است. 5 شهروند تاجیکستان در نتیجه یک صدمه نقلیاتی در قزاقستان مجروح شدند. طور سامانه کازاخستان تودی خبر داده است حادثه در ولایت قرغنده شب 11 نوامبر رخ داده است. در خبر گفته شده است که بنابر یخبندی راهها راننده اتوبوس ون هول که شهروند قزاقستان بوده است هنگام حرکت به سمت الماتا از عهده اداره مسافربر نبرآمده به یک ماشین دیگر برمیخورد. در نتیجه 7 مسافر اتوبوس که 5 نفرشان زادگان تاجیکستان بودند مجروح میشوند. شماره عمومی مسافران اتوبوس 15 نفر بوده است. مجروحان فعلا در بیمارستان قرار دارند. صدمه مذکور از سوی مقامات انتظامی تحقیق می شود. انفجار خودروی بمبگذاری شده بامداد امروز در حوزه 15 شهر کابل در نزدیکی ساختمان وزارت کشور دست کم 7 کشته و 7 زخمی بر جای گذاشت. نصرت رحیمی سخنگوی وزارت افغانستان ضمن اعلام آمار اولیه کشته شده و زخمی شدگان این حادثه اعلام کرد که این آمار ممکن است افزایش یابد. هنوز هیچ گروه مسئولیت انجام این انفجار را بر عهده نگرفته است. این حادثه یک روز پس از آن روی داد که اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان از موافقت دولتش با مبادله 3 تن از مقامات ارشدی شبکه حقانی که زندانی هستند با 2 استاد خارجی دانشگاه‌های کابل که گروگان گرفته شده بودند خبر داد. اعلام خبر مبادله زندانیان این امید را به وجود آورده بود که از اختلافات طرفین درگیری در افغانستان و در پی آن از سطح خشونت‌ها کاسته شود. نیروهای هوایی اسرائیل منزل‌های زیستی مقام‌های بلندپایه سازمان جهادی اسلامی را هدف قرار دادند. در این باره ارتش اسرائیل در توییتر اعلام کرد و نوشت که در نوار غزه رهبر جهادی اسلامی بها ابوالعطا کشته شده است. بنیامین نتانیاهو سروزیر اسرائیل 12 نوامبر گفت حکومت و ارتش کشورش تصمیم محو رهبر جهادی اسلامی را 10 روز پیش یکدیلانه گرفته بودند. در خبرها العطا را به دست داشتن در صدها عملی تروریستی عیبدار کردند که ضد نظامیان اسرائیل روانه شدند. ارتش اسرائیل عکس خانه تخریب شده العطا را در غزه نشر کرده است. وزارت تندرستی نوار غزه گفت در نتیجه پرتاب موشک‌های اسرائیل 3 فلسطینی کشته شده و 18 کس زخمی شدند. گروه جهادی اسلامی فلسطین محو اسرائیل را هدف گذاشته است. فعالیت آن در اسرائیل، ایالات متحده آمریکا و کشورهای اتحادیه اروپا منع کرده شده است. وزارت امور داخلی اسرائیل میگوید ایران سازمان مذکور را سرمایه‌گذاری میکند. پس از کشته شدن رهبر جهادی اسلامی از جانب نوار غزه به سوی اسرائیل نیز چندین موشک پرتاب شده است. گفته می شود به حدود اسرائیل 150 موشک پرتاب شد که 60 تاشان در آسمان محو کرده شدند. اینجا نهایت برنامه امروزی ماست. برنامه‌های دیگری ما را در شبکه‌های اجتماعی و پایگاه پیام نقطه نت پیگیری کنید. هر رویداد یا حادثه را شاهد شدید لطفاً به نوار گیرید و ثبت آن را به رقم 49 15 16 46 15 947 فرستید. در پناه الله باشید. خیر تا روز دیگر.